اکا عبدالله جون بگم امی کامنتر اینستاگرام تا در اومده خوندی اکا جون چی اینستاگرام نواری که نپرتوفتیم برای بزبالا شوی یک نواری کمتر شخیمومیز کردیم سامیوان بود که برای فاربه شوی یک از کامنتر نویسه که سلام علیکم اکای دورو را ما خریدگیم دوری فاربه شوک اینا تیز فاربه میکنه بو میخری خراب بود میکنه ای نخرین میگه که فری بای ای برادر گپ شبیه که راست میگه برادر ای حقیقت داره بله اون نفرهایی که کیرم دارن در شکمشون وقتی که ایرا میخرن دورو تموم میشود ردگلیسرین و سامیونوان وقتی که کیرم داشته باشین و در حال خراب میکنن به خاطر تمام غذاها را او کیرم میخرن برای برطرف کردن کیرم حالی با همین نفرها ما یک توصیه خوبی دیگه میتیم اینا سنول هستای اصل قطعه علف سنا اینا چه خیلی که میبینید ایرا میخره برای اچشن درون یعنی تازه کردن عضوهای درونی 4-5 روز میخرن تازه میکنن و بعدا بندکس برای کیرم هستای هم سیروپش هم تابلت کش اینا چه خیلی که میبینید برادران ایرا میخرن کیرم میرزنن انا بعدا با میتونن که سامیونوان و ردگلیسرین استعمال کنن فاربه میکنن دیگه خراب نمیکنن انا این گناه های برادران با فکرم که او برادر در شکمش کیرم داشته کیرم چخیل شما در مثال میفهمه که کیرم داره وقتی که شب خواب میکنین از دهانتون آب میروه این میفهمه که کیرم دارین یا اینکه مثلا تیز خوراک میخورین خراب هستین بسیار خوریشون زیاده اون نفرها کیرم دارن فهمو برادران هزار آمد اکا جان سلامت باشین برای معلومات بیشتری که نمیفهمین همین کامنت‌های نوجا را مینویسین خاطر که اولش که درد و شفا از جانب الله های اینا همش یک سبب میشن اخلاص خلاص گفتین با هم خاطر در 4 تا 1 4 تا 2 در واتساپش 4 تا 3 بنویسن معلومات بیشتر با الحمدلله که متخصص ما چی میکنن میتین هزار آمد اکا جان بله برادر